سلام، به کانال راز معماری خوش آمدید. در این ویدیو با هم به سراغ یکی از شاهکارهای معماری ایران یعنی خانه بروجردی ها در کاشان می رویم و رازهای معماری آن را از روی پلان و فضاهای مختلف بنا بررسی می کنیم. پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید. ساخت این بنا در سال 1292 هجری قمری آغاز شد و در سال 1310 پس از 18 سال ساخت آن به پایان رسید و در آن بیش از 150 بنا، هنرمند، گچکار، آینه‌کار هنرنمایی کردند. این بنا در سال 1353 در فهرست آثار تاریخی کشور ثبت شد. در این ویدیو در نظر داریم که خانه بروجردی ها را نه فقط از روی تزئینات بلکه آن را از دید پلان و فکر معمار در تهویه، جانمایی فضا و رعایت اصل درونگرایی مورد بررسی قرار دهیم. و اما ورودی. چرا ورودی خانه ها مستقیما به حیاط باز نمی شد؟ دلیلش کاملا مشخص است: حفظ حریم خصوصی. در معماری سنتی ایرانی کسی که در جلوی درب بود هرگز داخل خانه و زندگی افراد خانه را نمیدید و این همان اصل درونگرایی است که تقریبا در تمام بناهای ایرانی دیده می شود. افراد ابتدا وارد هشتی می شدند. آنجا محل مکث کوتاهی بود و سپس وارد دالانی پرپیچ و خم می شدند. جالب این که سقف این دالان‌ها کمی کوتاه‌تر از سقف قسمت‌های مختلف بنا می‌باشد. آنچه از کوتاه بودن دالان‌ها هدف بود، فضای بعدی آنها بود. با کوچک کردن دالان و بعد از آن رسیدن به یک حیاط بزرگ و با شکوه هدفی جز به رخ کشیدن عظمت حیاط و فضای سرسبز آن نداشت. یک تضاد هوشمندانه در بنا همان چیزی است که امروزه به آن تجربه فضایی میگویند. پس از طی کردن دالان به حیاط میرسیم. در معماری ایرانی حیاط قلب خانه است. تمام فضاهای اصلی پیرامون حیاط شکل میگیرند تا نور، هوا و آرامش را به همه اتاقها برسانند. در خانه بروجردی ها حوض بزرگی وسط حیاط فقط برای زیبایی نیست، تبخیر آب هوای اطراف را خنک می کند و همراه با بادگیرها نسیمی دلپذیر در خانه به جریان می اندازد. ایوان. یک ایوان در جلوی تالار اصلی قرار گرفته و مانند یک فضای نیمه باز ارتباط میان فضاهای داخلی و حیاط را برقرار می کند. ستونهای بلند و ظریف، گچبری‌های هنرمندانه و تناسبات دقیق اجزای معماری به این ایوان شکوه ویژه‌ای می‌بخشند، اما زیبایی تنها دلیل ساخت آن نبوده است. ایوان نقش مهمی در تعادل دمای بنا نیز دارد. سایه‌ای که ایجاد می‌کند از تابش مستقیم آفتاب به تالار جلوگیری کرده و باعث خنک‌تر شدن فضای داخلی در تابستان می شود. شاهنشین. در سمت زمستان نشین خانه بروجردی ها، شاهنشین مهمترین فضای پذیرایی در فصلهای سرد سال بود. این فضا با پنجره های بزرگ رو به آفتاب طراحی می شد تا بیشترین نور و گرما را دریافت کند. و اما قسمت بعدی که تالار اصلی نام دارد. تالار اصلی. چرا تالار اصلی در مرکزیت پلان قرار داشت؟ چون معمار از همان ابتدا می‌خواست مشخص کند مهمترین بخش خانه کجاست. در نگاه اول بعد از ورود به حیاط توجه به تالار اصلی
که با پنجره‌های ارسی زیبا آراسته شده توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کند. قرار گرفتن تالار در مرکز باعث ایجاد نظم و تعادل در کل پلان شده است. اتاق‌ها، ایوان‌ها و فضاهای دیگر همگی بر اساس همین نقطه مهم چیده شده اند. تمام مسیرها و فضاهای خانه به این تالار ختم می شود. به همین خاطر معمار آن را دقیقاً در مرکز قرار داده است. از ویژگی‌های باشکوه تالار: اولین مورد، ارتفاع زیاد سقف آن است. این اختلاف ارتفاع حس شکوه و اهمیت فضا را منتقل می کند. دومین مورد، گنبد و سقف بنا است. سقف دارای انحنا و فرمی گنبدی است. این فرم علاوه بر زیبایی و شکوه بنا به بخش بهتر صدا و کاهش گرمای مستقیم کمک می کند. سومین مورد، گشتبری‌های آن است که مربوط به دوران قاجار که از نفیس‌ترین گشتبری‌های آن دوران است که شامل گل و بته، نقوش اسلیمی و قاب‌بندی‌های ظریفی می باشد. چهارمین مورد، نقاشی‌های سقف و دیوار آن است که با الهام از هنر نقاشان اروپایی در سقف و دیوار به وجود آمده است. این تالار کاملاً رو به حیاط قرار دارد که باعث پیوستگی فضای داخلی و بیرونی آن می شود. اتاق‌های سه‌دری که در دو طرف تالار اصلی و دو طرف ایوان قرار گرفته است. احتمال می رود این اتاقها برای مراسماتی که زیاد جنبه رسمی نداشته است استفاده می شده یا فضای خصوصی خانواده ها که اعضای خانواده در آن استراحت می کردن و دور هم جمع می شدن. و احتمال دیگر این که اتاقهایی که نور بیشتری می گرفتن در زمستان و آن اتاقهایی که نور کمتری می گرفتن در تابستان مورد استفاده قرار می گرفتند. اگر دوست دارید که هر بار یک پلان دیگر از خانه‌های ایرانی را تحلیل کنیم، لطفاً سابسکرایب کنید و کانال راز معماری را دنبال کنید. در ویدیوهای بعدی رازهای بیشتری از شاهکارهای معماری ایران را با هم کشف خواهیم کرد.